салому дуруду бепоён ба якое ки шумо тамошобинони азизи гиромӣ. Мо имрӯз гапзанон карда будем ки бо акаи Алим як мусоҳибае дошта бошем, аммо мусоҳибаи мо дар бораи оне ки мо имрӯз бояд суҳбат кардем он набуд, он дигар мавзӯъ буд. Аммо имрӯз як сару садое ба миён омад аз пайи як ҷаласаи Паймони Миллии Тоҷикистон ки дар натиҷаи ин ҷаласа Паймони Миллии Тоҷикистон даъво дорад ки Шарофиддин Гадоев раҳбари ҷунбиши ислоҳот ва рушди Тоҷикистон барканор карда шудааст, яъне аз Паймони Миллии Тоҷикистон барканор шудааст. Аммо худи Шарофиддин Гадоев ба расонаҳо аз ҷумла ба Радиои Озодӣ ва ба дигар расонаҳо мусоҳиба медиҳад ва мегӯяд ки ман аз Паймони Миллии Тоҷикистон нарафтам, балки ба Паймони Миллии Тоҷикистон шарт гузоштам ки 72 соат муҳлат додам ки дар давоми ин 72 соат ҳамин шартҳои маро иҷро кунанд ва вобаста ба ҳамин иҷро шудани шартҳои ман муносибатамро бо Паймони Миллии Тоҷикистон муайян мекунам. ҳоло дар рӯбарӯи ман муовини Паймони Миллии Тоҷикистон, муовини раҳбари Паймони Миллии Тоҷикистон акаи Алим Шерзамонов ҳузур доранд. ман ҳамин масъаларо мехоҳам аз акаи Алим бипурсам ва рӯшанӣ биандозам. дуруд ба шумо акаи Алим, хуш омадед ба ин суҳбати мо, ба ин барномаи мо ва бо иҷоза шурӯъ мекунем ба саволу ҷавоб. خب سلام تماشابینان عزیز، تشکر از شما که ما رو دعوت کردید. البته که در این موضوع راحت سخن کردن نمیشه. این موضوع ساده نیست و این موضوع یک خوشنودی و خرسندی نیست و طبیعی است که نمیخواستم در این موضوع مصاحبه داشته باشم، موضوع بهتری داشته باشم. بله. ولی اکنون که انتخاب شد، اکنون که وقوع شد و انتخاب موضوع شد، دیگر ما مجبوریم در این موضوع شده. حالا پیش از همه خودتون مختصر میگفتید که چی شد که شرافالدین گدایف رفت، یا اینکه برکنار کرده شد، یا اینکه خودش به خواهش خودش رفت و به شما شرط گذاشت؟ خب ببینید، هر ائتلاف سیاسی و آن هم ائتلاف مخالفین سیاسی یک کشور دارای رژیم خودکامه که از چارچوبه قانونی این کشور بیرون رانده شدند، این ائتلاف البته که در این ائتلاف گروه های جمع میشن که با خب منفعت های مختلف ولی یک هدف عمومی، اکنون یک هدف مشترک. بله، با یک هدف مشترک و منفعت ها میتوانن مختلف باشن، منفعت های گروهی، منفعت های شخصی، و تا حد این منفعت ها، تا آن حدی که این منفعت ها قانع شده حساب میکند اشتراک دار، او در ائتلاف است و که وقتی که میبیند که خواسته هاش یا توقعاش برآورده نمیشن، او در جستجوی یک چی میشود، یعنی یک توطئه، یک نمود از این ائتلاف میتواند راحت برآید، میتواند همین خیلی عادتاً از این ائتلاف ها برآمدن و همین نوع صورت میگیرد. یعنی این توطئه شدن یک امر طبیعی است. این یک امر طبیعی در تمام دنیا، در تمام تاریخ بوده است که چنین ائتلاف ها همین خیلی چیزا دارند، همین خیلی خطرها در خود دارند و این یک امر طبیعی است و ما نمیخواستیم که نمیخواستیم که چنین شود و دویم نمیخواستیم که حتی اگر شدگی هم باشد به این نوع هنگامه از این ساخته شود. ما خب دیگر در شورا
آوازها تقسیم شدند. یعنی شورای پیمان ملی تاجیکستان طبق همون قرار شورای پیمان ملی تاجیکستان گفته می شود که بر اثر پی در پی پیوسته از حضور وکالت ها برآمدن شراف‌الدین گدایف شراف‌الدین گدایف را از پیمان ملی تاجیکستان خارج کرد و دیشب در جلسه برادر شراف‌الدین تا آخرین لحظه ادعا میکرد که او حق است و اصلا گویا پیمان رو ترک کردنی نیست. بسیار خوب. اما چی گناه کرد شراف‌الدین گدایف؟ نگفتید شما چی گناه کرد مثلا؟ از دایره وکالت ها برآمدن اگر مشخص نکرده گوییم، اگر جزئیات را هم نگوییم، از حدود وکالت ها برآمدن یک عضو پیمان، این خود دیگر زبان تاجیکی رو اگر بلد باشه معلوم است. خب نفری که از حدود وکالت‌هایش برآمد در این حالت یعنی با عملهای دست زد که او در دایره وکالت‌هاش نیست. اقلا عمومی گفته میتونید که عملها چه عملها؟ در اینجا مثال شراف‌الدین گدایف از پیش خود میرفت از پیمان، در بیرون از پیمان نمایندگی میکرد و چندین بار می اومد و می گفت که من با فلان نفر یا با فلان عادتا نفر را هم نامبر نمی کرد، با یک تشکیلات واخوردم همین خیل بود، با یک دولت خارجی واخوردم همین خیل بود و در این میان چند بار او را گفتیم که این چیز به مصلحت کار خوب نیست. یعنی اول کار رو میکند بعد میاد و همه رو هم نه، یک تعداد محدودی چیز اعضای پیمان رو در جریان میگذارد. در جریان میگذارد که همین کار شد، الکی شده است. الکی شده است و اخیراً بر امین اساس هم کدام یک سازمان یا دولت خارجی گویا به او شرط گذاشته است که اگر ریاست پیمان رو به عهده بگیری ما برای به هدف ها رسیدن همکاری جدی میکنیم. یعنی رئیس پیمان ملی تاجیکستان شوید. بله. و البته که پیمان ملی تاجیکستان در یگان تشکیلات، در یگان ائتلاف حتی تشکیلات جمعیتی چنین نیست که یک آدم بیاید و از آسمان یک پیشنهاد بیارد و بگوید که به من یک تشکیلات خارجی همین شرط گذاشته است و بیاید شما مرا رئیس انتخاب کنید و من به شما یعنی یاردم های مالی و دیگر دسترس میدم. در این میان ما البته سوال ها گذاشتیم و چون به سوال های خودمون جواب های قانع کننده نگرفتیم، اگر مخفی نباشد چی سوال ها بودن؟ چه رقم تشکیلات های، چه رقم دولت های، کی ها هستند که چنین شرط، یعنی با کی ها صحبت گذرانده است، با کی ها واخور گذرانده است؟ بله، به مثل همین. بله. و این رو چون قانع نشدیم ما گفتیم که برادر تو از دایره وکالت های خیلی بیرون چندین بار است که میگذاری و به مصلحت گوش نمیکنی و ما باید همین مسئله رو بینیم. مسئله درباره از پیمان یا شروع پیمان بیرون کردن این بنده خدا نبود، فقط همین حرکت هایش رو باید بهای سیاسی میدادیم و باید یک قرار داخلی قبول میکردیم که برادرم این کار را بس کن.
ولی چون این برادر شاید همه من مطمئنم میگویم که نیتش از معلوم بود که ریاست به او با چنین شیوه هیچ کس تسلیم کردنی نیست، با چنین مخفیات و با چنین یکه خودکامگی، یعنی من او خواست باید بله. پیمان ملی تاجیکستان اجرا ما کند. باید به او یک نوع چیز بیعت کنیم، نه انتخاب کنیم و بیعت کنیم. او به ما را در جریان نگذارد که با صحبت میکند. ما باید قبول کنیم که او از ما بهتر میداند. یعنی یک هنوز رئیس نشده، به یک جناب عالی تبدیل شدنی بود که البته این رو یک نه تشکیلات یک نفر مثلا گیم رهبر شدنی باشد، یک امید دارد که او این شانس رو دارد. او چی امید خود داشت؟ مثلا گیم در همین جا او با او امید داده بودین که مثلا میتواند رئیس هم بشود. خب این موضوع خیلی دامنه‌دار است. موضوع ریاست یک حرکت مقاومت که بیرون از چارچوبه، بیرون از فضای قانونی کشور رانده شده است. در اینجا مسئله ریاست و مسئله رهبری این یک مسئله خیلی طولانی تر از برنامه شما است و اگر امکان شود یک روز در این موضوع هم خواهیم صحبت کرد. لیکن ریاستی همین تشکیلات یا کدام تشکیلات نباشد باید به طور طبیعی صورت گیرد. یعنی نفری از خود یک حرکت های را نشان داده باشد، نفری از خود یعنی نفر کار کرده باشد، کار نظررس کرده باشد که به طور طبیعی مردم او را همچون لیدر شناسند. یعنی در یک مقاومت از فضای قانونی کشور رانده شده لیدر به طور سنی گرفته نمی شود. یعنی من امروز بیام بگم مرا رئیس کنید و بعد دیگر یعنی چی؟ برای همین البته ریاست هر یک شهروند عضو پیمان ملی حق ریاست را دارد، لیکن این حق را نمی شود با زوری گرفت، نمی شود با زور آواز مردم را کسب کرد. آواز هم دادیم، روز پیش جلسه بود، آواز دادیم به پیشنهادش، رئیسیش قبول نشد. یعنی رئیسیش رو حتی با آواز موندین؟ رئیسیش نه، خب از وظیفه ریاست گرفتن محیدین کبیری رو به آواز گذاشتیم که نگذاشت. یعنی با آواز مونده شد که محیدین کبیری رهبر پیمان ملی تاجیکستان از وظیفه‌اش آزاد کرده شود با طلب شراف‌الدین گدایف. ما به آواز گذاشتیم و این آواز رو خوب نگرفت. این طلب شراف‌الدین آواز پیدا نکرد و روز دیگر چون پافشاری شدید بود و یک نوع تهدید هم از اون طرف صدا داد، از طرف شراف‌الدین گدایف. چی تهدیدی؟ خب همین تهدیدهایی که امروز پیاده شد. اکنون ما گفتم که این دیگر برای پیمان ملی تاجیکستان خطر میتواند این بعد ایجاد کند و این پیشگویی شونده نیست که و در کدام مورد میتواند میخیل یک هنگامه سازد و با برآمدنش یا ما درباره یک شراف‌الدین گپ زدیم، در حالی که برادران و خواهران اصلاحات و رشد همسنگرهای ما هستند و اگر حتی همین شراف‌الدین هم رود این همسنگر ما است. یعنی جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان در جایش باقی مانده است،
дар هیچ яке аз کس- қаноти паймони милли тоҷикистон هیچ کس истодааст? در اونجا مسئله رفتن جنبش نبود، لیکن هنوز جلسه تمام نشده. ما هنوز در جلسه اظهارات از نام اصلاحات و رشد پخش شد. ҳамоне ки 72 соат ба بله. шумо муҳлат доданд. همان اظهارات پخش شد که اظهارات علاقه آماده بود. یعنی این از آن دلالت میدهد که بنده خدا نه ریاست میخواست، نه استعفای کسی را میخواست با آواز بلند از صف ما بیرون شود و با این عملش یعنی او حق نداشت که از نام تمام سازمان همه اصلاحات و رشد چنین اظهارات رو پخش کند. من مطمئنم که اعضای این تشکیلات به خبرند از همین. اونجا حالا این سوال‌ро من به شما میدهم. یک سوال دادنی بودم که شما جوابش رو الکی قسما دادید. مسئله رهبری پایمانی ملی تاجیکستان که حتی من این رو نمیدونستم که فقط از همین چیزی که رسانه‌ها نشر کردن فقط همین بحثی از پایمانی ملی تاجیکستان رفتنش مطرح شده است، اما درباره اونه که برکنار شدن رهبر پایمانی ملی تاجیکستان موحدین کبیری اینها در رسانه ها گفته نشده است. اما این حادثه هم روی داده است. اینجا نگاه کنید، شراف‌الدین گدایف حتی نه فقط از نام خودش، نه فقط از نام جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان، بلکه از نام همه قنات پیمان ملی تاجیکستان صحبت کرده است. من اینجا به زبان روسی آمده است، من به شما میخوانم. نگاه کنید، میگوید که руководители других движений и политических сил, которые основали Национальный альянс Таджикистана, выражают глубокую обеспокоенность этим развитием событий. Мы предлагаем, чтобы руководство Альянса Таджикистана менялось каждый год. یکی از قنات شما از آزاداندشان قنات یکمی یعنی تشبسکار اول همین ائتلاف انجمن آزاداندشان تاجیک است که در سال 2015 تأسیس شد. محض بعد از پوش خوردن، بعد از سرکوب کردن حزب نهضت اسلام در تاجیکستان و جامعه مدنی در تاجیکستان، اون زمان من هنوز در تاجیکستان بودم و این گروهی که در شبکه‌های اجتماعی، در شبکه اینترنتی جمع شدیم گرد هم به حیث انجمن آزاداندشان تاجیک. من هنوز از تاجیکستان در جلسه های این انجمن شرکت کردم و ما درباره یک ائتلاف از ابتدا گپ نزده بودیم. ما یک تشکیلات فرهنگی سیاسی تاجیکانی، تمام تاجیکان، نه فقط تاجیکان تاجیکستان، تمام تاجیکان بودیم که در شورای مؤسسین ما برادر محترم ما حکیم رویپور هم بودن از ازبکستان و خیلی ما تماما با دیگر نیت ها به صحنه برآمدیم و به تدریج آمده ما با یعنی ما یکی از تشبسکاران اساسی تأسیس همین پیمان، تأسیس ائتلاف مخالفین، ائتلاف نه فقط مخالفین، فعالان تاجیک که جانبدار اصلاحات در تاجیکستان هم بودیم و ما دعوت از تمامی دیگر اندیشان کردیم که به این ائتلاف بپیوندند. متاسفانه با شرط های مختلف بسیار فعالان اجتماعی تاجیکستان که در جای هم قرار داشتن آماده نشدن با ما بپیوندند و ما یکی از تشبسکاران و همه
وکیلان یعنی دلیگات هایی که از انجمن آزاداندیشان تاجیکستان در امین جلسه بودند به صراحت استعفای شرف الدین رو محض انجمن آزاداندیشان تاجیکستان طلب کرد. یعنی همین در جلسه دیشب. بله، محض انجمن آزاداندیشان، در حالی که حتی رئیس پیمان ملی خیلی ملایمتر بود و پیشنهاد ملایمتر کرده بود و دیگر عضو نهضت هم خیلی ملایمتر بودند. شدیداً عضو انجمن آزاداندیشان تاجیک، چون که ما اصول بر اصول، یعنی شرف الدین گدایف شاید نزدیکترین از پیمان ملی نزدیکترین آدمی که به این نفر بودم من هستم که در سال 2012 در تأسیس دادن گروه 24 من ممکن است گفتن که مؤسس، یکی از مؤسسان این گروه هستم. یعنی شما علیم شیرزمان من و خدا رحمتی عمر علی قواتوف و شرف الدین گدایف و احسان آدینایف و یک دو جوان دیگر اونو را هنوزم نمیشناسم در اون روز و ساعت بودیم. البته من خدا رحمتی مبارک شو همراه من بود. مبارک شو ما چیز کردیم، یعنی ما در اون جا من شرکت کننده امین تأسیس یابی، یعنی شاهد به واسطه تأسیس یابی امین گروه 24 بودم که یعنی من از روز اول از سیاست با خبر شدن شرف الدین گدایف در اون روز ساعت شرف الدین گدایف از سیاست خبر نداشت. نو از تاجیکستان برآمده بود و نو به سیاست با سروری خدا رحمتی عمر علی قواتوف قدم نهاده بود و من برای این برادر ما برادر بودیم تا این روز هم برادر هستیم. خیلی سنگین بود برای من آواز دادن که این برادر رو، یعنی پیشنهادم من کردم. شما هم زید آواز دادید؟ من پیشنهاد کردم این مسئله. شما پیشنهاد کردید که شرف الدین گدایف از پیمان ملی تاجیکستان مسئله از حدود وکالت ها برآمدنش را دیده برایم و من درباره راندنش از پیمان سخن نکردم. من گفتم که همین مسئله دیده برآمده شود و این برادر باید خلاصه برآورد. این روز پیش بود که من این پیشنهاد رو در روز پیش کردم، جلسه پیش از و در جلسه دوم آگوست چی؟ در جلسه دوم آگوست من همون پیشنهادم رو بر اساس همون پیشنهاد من جلسه دعوت شد، یعنی از حدود وکالت ها بیرون رفتن شرف الدین گدایف رو به محاکمه کشیدن و اکثریت کل عضو پیمان بر این نظر نبودن که این بنده خدا رو از پیمان ملی تاجیکستان برطرف. نه هرگز هیچ کس بر این نظر نبود. فقط همین مسئله از حدود وکالت ها چی شد که به چنین خلاص آمدین؟ اون نفر خودش با شیوه شدید به هجوم گذاشت و معلوم شد که او میخواهد که همین مردم رو تحریک دید تا او با یک نوع رانده شود که به همین اظهارات، یعنی با آواز بلند از پیمان رفتنی بود. یعنی همون اظهاراتی که نشر شد او آماده بود چند روز پیش از این، ممکن یک هفته پیش، و این اظهارات رو هم حسن خط خود شرف الدین نیست و حسن خط یگان عضو همین تشکیلات نیست. من تقریبا حسن خط این نویسنده رو هم میدونم که این کی است. خیلی این چون اثبات ندارم، یه تقریبا اشاره کرده میتونید که از کجا هستن؟ نه گمان بد به دوزخ گفتند، من گمانم در درون خودم مونه. بسیار خوب. اکنون نگاه کنید، شما وقتی من سوال دادم شما بسیار چیزهای خوب رو گفتید و به سوال من جواب ندادید.
در اینجا میگوید که هر سه همین جنبش بغیر از حزب من نهضت اسلامی تاجیکستان گفتم که دیگر همش ضد است به همین نه. رهبری انجمن آزاداندیشان تاجیک با تمام هیئتش که در امین عضو در شورا نمایندگی میکند و اونهایی که بیرون از شورا هستند کلا بر این نظر شرافالدین شرافالدین گدایف گدایف ضد هستند. بسیار خوب خودی یعنی هم حزبان خودش مثلا اگر اونهایی که در جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند مثلا اگر در اونجا اپای موجوده هستند به نظرم اونها چی نظر داشتن در جلسه اشتراک داشتن اونها چی نظر داشتن خب ببینید موجوده صاحب در نظر و جلسه مثلا که تشبسکار این جلسه خود من بودم، تشبسکار همین محاکمه خود من بودم. دل انسانی چه خیلی است خودم تا آخر نخواستم و همین خیلی دغل رفتار با یک برادر خود کنم. یعنی یک نوعی همنوایی با اونه که چقدر ناحق هم نباشد یک در مورد محاکمه مظلوم می شود بله و مظلوم طبیعی است که جانبدار بیشتری پیدا می کند و چنین هم شد. اگر این بنده خدا همین خیل لعن شدید قطعی به همگان هجوم نمی کرد باور دارم که همین در آواز ماندند خارج کردنش لیکن نمی گذاشتند. به اینم دو آواز کمی کرد برای شرافالدین گدایف که در پیمان ملی در تاجیکستان بماند. دو آواز کمی حالا کرد. اگر امین شیوه شدید لعن شدید هجومی نمی داشت باور کنید که این هم من میگم اونهایی که سخت نگران بودند از حرکتش. لیکن خواهرمون موجوده یکم البته که رحمدلتر از همگان هستند و دوم اینکه عضو همین تشکیلات شرافالدین هستند و طبیعی است که چون همین خیل هجوم بالای از نگاهش بالای شرافالدین قرار گرفت او البته از او دفاع کرد و باید هم دفاع میکرد و من او را حتی اگر دفاع نمیکرد من او را شاید محکوم میکردم از آن که دفاع کرد و باید دفاع میکرد. به من این چیز یک معما بر این نموده شده است که نگاه کنید اینجا شرافالدین گدایف یک گپ میگوید پیمان ملی تاجیکستان اظهارات پخش میکند گپ دیگر میگوید کی در اینجا حق است اظهاراتی که پیمان ملی تاجیکستان پخش کرد یا اینکه شرافالدین گدایف پیمان ملی تاجیکستان نیاز به همین کار ندارد که پگاه رسانه ها کی را حق و کی را ناحق میبرند. ما به این اصلا کار نداریم. ما در پیمان ملی تاجیکستان فقط به همون اعضا و جانبدار پیمان ملی تاجیکستان حسابات میدیم که چی در جریان است که اعضای پیمان ملی تاجیکستان البته که اکثر الکی در جریان هستند در اینجا چی صورت گرفت و البته جانبداران را هم در جریان میگذاریم و البته اونها خبردار خواهند شد که در اینجا چی صورت گرفت. در آنجا طبیعی است که آدمی که خب همین خیل چیز همین خیل ضدیت که شد هر دو طرف او طرف میگه که من با عریضه خودم. اینجا یک سوال دیگر است. شرافالدین گدایف این دعوا رو داشت که اکثری عضو شورای پیمان ملی تاجیکستان اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هستند. در اونجا یک پیشنهاد کنی اگر اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که در شورای پیمان ملی تاجیکستان هستند ضد باشند نمیگذره. خب ببینید این ادعا تماما ناعدالتانه است
البته در ابتدای تأسیسیابی پیمان ملی تاجیکستان از هر تشکیلات به وکیلان تعداد برابر وکیلان وارد شورای پیمان شدند. گرچند از انجمن آزاداندیشان تاجیک بیشتر بودیم، ولی تعداد تقریبا برابر اعضا بودیم. عضو شورای رهبری پیمان بودیم و در رفت همکاری 6 ساله ما تا حد نزدیک شدیم که تقریبا به یک تشکیلات واحد تبدیل شدگیم. یعنی خیلی که کنفدراسیا فدراسیا می شود و فدراسیا یک دولت اونیتاری، ما به همین چیز رفتیم و در تا همین دعوا اصلا یگان مسئله نبود که شرف الدین پیشنهاد شرف الدین یا پیشنهاد من یا پیشنهاد کبیری در بین اعضای شورا از طریق گروهی مطرح شود حزبی و انجمنی یا چیز بها داده شود. هرگز چنین نبود و بسیار موردها در من در مقابل پیشنهادهای من از هم زیاد عضو انجمن آزاداندیشان تاجیک بود که از آن که عضو دیگر تشکیلات ها. یعنی من و برادرم تیمور ورقی، من و سید یونس استرافشانی، من و پیشتر استاد روشن تیموریان که بعدا متاسفانه رفتن، من و جمشید، ما بسیار ضدیت ها داریم. در جلسه عمومی پیمان هم ما ضدیت ها ما اونجا هم می رود و همیشه با ما همی خیلی دعوا هم میکنن که شما روید در انجمنتون حل کنید و بعد بیایید در اینجا ما را گرنگ نکنید. یعنی مسئله رو اول حل کنید بعد بیایید پزانید و اینجا بیایید اینجا سر ما را گرنگ نکنید. این خیلی نبود که ما بیایم گروهی آواز دهیم، هرگز. و این خیلی بی‌عدالتی است چون این اتهام بندی. و بعدا 3 اعضا داشت در ابتدا همین اصلاحات و رشد، هر 3 عضو شورا شدن. لیکن ما عضو پیمان که او نهضتی باشد او انجمنی باشد کسی نباشد، در بین ما جوانای فعال پیدا شدن که اونها را باید ما به کار جلب کنیم و این بی‌عدالتی میشد که یک جوانی که میخواهد فعال باشد ما او را گوییم که نه تو برو، چون که این که شرف الدین بسیار خوب. اینجا برای چی در اظهارات شرف الدین گدایف یکی از رول های اساسی را سید یونس استرافشانی بازیدن؟ انا این امان شما از پیمان ملی تاجیکستان از ایران پول امان میگیره؟ استادانی نه پیمان ملی تاجیکستان از ایران پول میگیره؟ در عمرمان ما از یگان جا پول نگرفته ایم. همین تحریک دهنده های همین برادر همین شیوه رو اگر شما پیگیری کنید شبکه های اجتماعی رو شما پیدا میکنید که این شما هم پیدا میکنید که این با تحریکی که شده است که با خارجی ها با غربی ها نشان دهند که عضو انجمن و عضو پیمان. در ضمن من باید به شما یعنی کارمند امنیتی ایران، در ضمن من به شما باید یادرس کنم که طول 6 سال استاد سید یونس استرافشانی چندین بار به اصرار از ما خواستن که ما او را جواب دهیم که این بر ضرر میگه شما تمام میشود، چون که من در ایران قرار دارم و بسیار موردها از سیاست ایران پشتیبانی میکنم و این بر شما ضرر دارد. ما چرا او را داشته؟ چون شهروند جمهوری تاجیکستان است و ناوابسته از اون در کدام مذهب است، در کدام رویه است، در کدام چیز است، یعنی خو دیندار است خو به دین است خو نمیدونم زردشتی باشد کسی نباشد، او شهروند تاجیکستان است که
درد تاجیکستان را دارد و همه او دردی که سعید یونس دارد شما برای دیکتاتور، شما تاجیکستان دیکتاتور. یگان میرم کسی گفته است دیگر. نمونده، این نمیرم گفته است سورش کردید. خیلی ما این خیلی نماندیم و ما چیز کردیم، یعنی متقاعد کردیم که اصلا چنین نیست، بگذار تمام دنیا بر ضد ما باشد ولی یک برادر خود را ما نمیفروشیم بر بهترین. قیمت همین چیز. یعنی همه او چیزها در بین خودتون میمونه. بله همین سعید یونس، به خاطر سعید یونس اگر تمام دنیا ضد ما باشد، سعید یونس همراه ماست. بسیار خوب. همینجا آخرین سوال من، آخرین، همین تشکیل همین ائتلاف خیلی برای من یک چی است، رنگ معما است. نگاه کنید، علیم شیرزمان شیعی اسماعیلی، محیدین کبیری اهل سنت حنفی، سعید یونس استرافشنی شیعه 12 امامه، حکیم ربیمپور زردشتی، خیلی که من شنیدگی هستم، و از جمله استاد روشن تیموریان نیز همین خیل. و باز این شما چی خیل توانسته با چند لیبرال هم وجود دارد در این بین شما، چی خیل شما توانستید همه این در یک همین طبق جو شوید، در یک جو. تشکیلات سیاسی این مکتب فقهی نیست. من نگفته هستم مکتب فقهی. اینجا چی معنی که این همه چیزهای اندیشه‌های ضد دارن. زیاد است در تاجیکستان، زیاد همین خیلی است که مناسبت به حزب سیاسی رو همچون به یک ایدئولوژی میکنن. یعنی تو اگر کمونیست باشی تو باید به مسجد نرو، تو اگر نهضتی باشی تو باید با یک زردشتی دست نهی. این خیلی نیست. ببینید حزب سیاسی، حتی دینی، حزب سیاسی دینی این یک تشکیلات سیاسی است، این یک مکتب فقهی نیست که در اینجا بیایند و بگویند که تو چخیل با همین آدم در یک جا هستی که این اتیست است و تو اعتقادمند. یعنی در پیمان ملی تاجیکستان به همین اندیشه رفتار همین خیل تاجیکستان ما میسازیم، ما همین خیل تاجیکستان میسازیم انشالله. همین خیل تاجیکستانه که در آنجا همگی همزیستی آسایشته داشته باشد و در آنجا هیچ کس حق نداشته باشد کسی را انگشت نشان کند که تو زردشتی هستی و تو به خدا هستی و تو شیعه هستی و تو سنی هستی و تو نمیدانم کدام چیز دیگر هستی. ما چنین تاجیکستان رو میخواهیم بسازیم. برای من چنین پیمان رو ساخته. من یک گپتون بسیار مخول شد، گفتید که ما همین وقتهای آخر به یک همین نتیجه آمده رسیدگی بودیم که الکی گروهی فکر نمی کردیم، هم از ائتلاف خودش فکر نمی کرد، از همون جنبش خودش، از حرکت خودش، از حزب خودش قریب به یک حرکتی واحد آمده رسیدگی بودیم. از بعد یک سال همکاری در ما دیگر همین فرقیت ها از بین رفت. جانبدار من شاید از کبیری، من زیادتر جانبدار امروز در نهضت اسلام دارم از اون که در انجمن آزاداندیشان. یک دیگر سوال، همین شراف‌الدین در جلسه دیروزه از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان طرفدار داشت یا نه؟ زیاد طرفدار داشت. گفتم که 2 آواز برای او کمی کرد. اگر او همراهانش همین خیلی با چنین لحن مناسبت نمی کردن و با دیگر عضو، اونجا بسیار گپ‌های دغل شنیده شدن، چون به نظر می رسید که این بنده خدا با همین راه از پیمان رفتنی است و از خود هنگامه ساختنی است که یک خایپ با گفت آذرزمان گویم یک خایپ کند و در گرد همین خایپ امروز من و شما گپ زنیم و پگاه آزادی و پگاه دیگر ممکن یگان رسانه با نفوذ دیگر دنیا در این باره گپ زند که او تا
تا مدت چهره سیاسی بگردد و من از خدا امید دارم که این برادر چهره واقعی سیاسی میگردد بخیر، چهره واقعی سیاسی، چون این یک درس سیاسی بود برای او، درس سیاست و چهره واقعی سیاسی میگردد چون این برادر جوان است. ما سینمان به یک جا رسید و برای تاجیکستان اونقدر این کادر درسی زیاد این ندارد. درس اولین سیاسی او نبود و گروه 24 هم همین خیلی هر روز رفته. باید این جوانی است. در به گروه سنگ بزنی به 24 خاک که بزنی. در گروه 24 آن چیزای نافهمی هایی که شد این تماما کودک بود. امروز که همین نافهمی شد خیلی جوان است و جوان هم نیست. امیدواریم که خب آینده خوب سیاسی داشته باشد. سلامت باشید. تشکر زیاد. زنده باشید.